مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین مأمور تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده دو تا از خبرنگارای محبوبی که مردم در شبکه‌های مجازی حسابی مورد عنایت قرارشون دادن. البته یک خبر هم چند روز در رسانه‌ها منتشر شده که علی رضوانی گویا کشته شده و چنین و چنان، که راجع به این خبر و این سبک اخبار هم صحبت می‌کنیم. راجع به پشت پرده‌های این دو چهره، یعنی آمنه سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی که به بازجو خبرنگارها معروف هستند، دو خبرنگار نمایی که حالا نمیشه اسمشون هم گذاشت خبرنگار، خیلی از افرادی که اومدن برای آزادیشون تلاش کردن، کف خیابون‌ها جون دادن، کشته شدن یا بعضیاشون مورد شکنجه قرار گرفتن که اعترافات اجباری انجام بشه توسط این دو نفر. مستندهای زیادی راجع بهشون ساخته شده، اما خب به هر حال همینجوری یلخی نمیشه که اینا بخوان هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. چند روز پیش هم خبر رسید که آمریکا این چهره علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور رو تحریم کرده و در لیست تحریم‌های خودش قرار داده، که به هر حال اینا یه شانس داشتن، اونم این بودش که مثلا بشن خبرنگار صدا و سیما در امریکا، که اون هم دیگه ازشون گرفته شد، همون تو ایران بعد بمونن دور هم دیگه و هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اما اول از علی رضوانی شروع میکنیم، بازجو خبرنگاری که لامصب در صدر منفورترین خبرنگارهای ایرانی قرار داره. خبرنگار نما باید بهتره بگیم، چون خبرنگار سعی میکنه که واقعیت رو بگه، بازجویی نباید بکنه و اینو سبکا رو نباید داشته باشه. اما علی رضوانی، حالا راجع به گذشته‌ش هم میگیم، منفوریتش کجا به اوج رسید؟ جایی که اومد و در یک مصاحبه با روح الله زم با یک ادبیات خاص از بالا به پایین با یه لحن خاص با لبخندهای کریه اومد و یک مصاحبه انجام داد که اونجا دیگه منفوریتش به اوج خودش رسید. بریم یک فلاش بک بزنیم به چند سال پیش و مصاحبه علی رضوانی که کوتاهش رو با روح الله زم ببینیم. سلام، تو این برنامه با کسی گفتگو میکنم که انتهای مسیرش چیزی جز ندامت و پشیمونی نبود. البته خودش اصلاً فکر نمیکرد به اینجا برسه و شاید بهتره بگم خوابش رو هم نمیدید. آقای زم، حالت چطوره؟ من خوبی؟ خودش فکر میکردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز با هم گفتگو کنن؟ نه واقعا فکر نمیکردم، ولی دیگه مشیت الهی بر این قرار گرفته که فعلا با هم گفتگو. از کجا شروع کنم؟ خب این مصاحبه علی رضوانی با روح الله زم دیگه خیلی در اوجش بود، مصاحبه کامله میتونید برید ببینید. اما راجع به پشت پرده علی رضوانی بگم که ایشون اسم اصلیش کامبیزه، یعنی کامبیز رضوانیه، ولی خب اومده اسم خودش رو به علی تغییر داده. خواهرش توی ساختمان اداری صدا و سیما کار میکنه و به همراه یکی از اعضای خانواده‌اش که در سازمان اطلاعات سپاه کار میکنه، علی رضوانی، این دو نفر هولتپون کردن علی رضوانی رو به صدا و سیما، که البته قبلا در دفاتر خبری صدا و سیما کار میکرد. میدونید که حالا شاید خیلیاتون هم ندونید، صدا و سیما قبلا یه سری دفاتر خبری تو جای مختلف تهران داشت، مثل شریعتی و جردن و جای مختلف، که علی رضوانی اونجا کار میکرد. و جالبه بدونید که سربازی هم نرفته. آیا رضوانی بیا توضیح بده که به حال شما خیلی هم خودت همین ذبیح‌پور رصد میکنید، چرا یه کارت معافیتی، کارت سربازی نشون بده آقا کجا سربازی رفتیم، ما بدونیم مدرک تحصیلیت رو هم بی زحمت اگر نشون بدید ممنون میشم. البته مدرک تحصیلی هم ممکنه همین مثلا 2 ماه پیش یا 2 سال پیش گرفته شد، چون شما به هر حال 17-18 سال توی صدا و سیما دارید کار میکنید. اما این علی رضوانی به واسطه فک و فامیلایی که داشت اومد توی صدا و سیما، رفت توی حوزه ورزش و یه مدتی مجری برنامه‌های ورزشی بود. برنامه فکر می‌کنم خارج از گود رو اجرا می‌کرد که منفوریت عجیب و غریبی هم بین فوتبالیست‌ها داره. بسیار آدم پر ادعای. من خودم قبلا توی
صدا و سیما کار میکردم. این آدمو از نزدیک دیدم، بسیار آدم بی‌ادب و بی‌شخصیت و پرمدعا که مثلا سلامش میکردی اصلا جواب سلام هم نمیداد. حداقل این یه مورد رو من خودم باش برخورد کرده بودم زمانی که توی صدا و سیما متاسفانه با اینا همراه بودم. ولی خب از اون طرف آمریکا اومد و یه سری از این افراد رو توی لیست تحریم ها قرار داد. حالا بتونم نشون بدم، این برگه تحریم های آمریکا هستش که اومده و اسم یه سری از این افراد رو نام برده که این وسط هم اگه تصویر رو زوم بکنم میتونید نام علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور رو ببینید. هرچند که گفتم دیگه اسم اصلیش کامبیز، دوستان اگه میخواید تحریم کنید یه سرچ ریز هم بزنید، جای دوری نمیره که اسامی رو درست بزنید برای تحریم. قبلا هم البته علی رضوانی توسط اتحادیه اروپا تحریم شده بود که رئیس صدا و سیما اون موقع اومد، آقایم که جبلی اومد یه واکنش نشون داد و گفتش که شما رشادت کردید و چنین و چنان. حالا بگذاریم. ولی خب از اون طرف 5 نفر رو روز 25 آبان ماه آمریکا توی لیست تحریم‌های خودش قرار داد. کسایی که توی صدا و سیما بودن، 2 تا از اونها که معاونت‌ها بودن، محسن برمهانی همچین چیزی سخت، احمد نوروزی، یوسف پورانواری که مدیر برنامه‌های برنامه‌ریزی بخش برون مرزیه و 2 تا بازجو خبرنگار، آمنه سادات ذبیح‌پور و کامبیز رضوانی، همون علی رضوانی بچه تهران، پونک، سردار جنگل که خیلی‌ها میشناسنش. اما برسیم به این خانم آمنه سادات ذبیح‌پور، این چهره که چند وقت پیشم سپید قلیان، یکی از کسانی که اومد پوشش داد اعتراضات کارگران زحمتکش استان خوزستان تو شهرهای مختلف رو، انداختنش زندان. و حال تو مملکت هر کسی واقعیت رو بگه، راست رو بگه، میگیرن و میندازنش زندان. که بعد از اون سپید قلیان اومد به خاطر، حالا اینجا این ویدیو و شکایتش هم اینجا بود، حالا دیدیم که گفته شده که سپید قلیان با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور دوباره محاکمه شد. و برای چی محاکمه شد؟ برای این ویدیو رو اومده بودن، خود سپید قلیان میگفتش که اینجا بهم حسابی فشار آورده بودن و تهدیدم کرده بودن و بهم گفته بودن که اگر این مصاحبه رو نکنیم 1000 تا بلا سرت میاریم. و این مصاحبه رو با زور و فشار آمنه سادات ذبیح‌پور از سپید قلیان گرفته بوده. ببینید. قلیان هستم، در تجمعات اخیر 7 تپه بازداشت شدم. گرایش سیاسیم کمونیست مارکسیسته و به خاطر همین هم در این تجمعات کارگری 7 تپه حضور پیدا جان خودم کمونیست مارکسیستم نمیتونسته بنویسه، همینجوری بهش گفتم بعد اینو بگی کردم. من توی 3 روزی که توی تجمعات حضور داشتم فیلم و عکس تهیه می‌کردم. فیلم و عکسایی که تهیه می‌کردم، مستنداتی که تهیه می‌کردم رو از طریق تلگرام به 2 تا از دوستانم به اسم شیرین نجفی، خبرنگار آمد نیوز که آمد نیوز رسانه برانداز هست و هدف از رسانه، هدفی که دنبال میکنه قشنگ مشخص داره، رو کاغذ میخونه، تصاویر اینسرتی هم گذاشتن که تصویرش براندازی هست. میفرستادم. شیرین در حال حاضر ساکن ترکیه است. تمام فیلم هایی که براش میفرستادم رو بدون کم و کاست توی کانال آمد نیوز منتشر میکرد. بعد برای علیرضا اعظمی، یکی از دوستانم که ساکن هلند هست، میفرستادم. علیرضا خبرنگار آموزشکده لیبرال برانداز توانا هست، هم توانا. بگذاریم. خلاصه سپید قلیان اومد از این شکایت کرد که اونجا فشار آوردن بهش، گفتن که فلانت میکنیم و بیسانت میکنیم. شکایتشو پس گرفت. یعنی تو مملکت شما اگه بخواد شکایت هم بکنید یا هر کاری بکنید، میان با زور و فشار و هر چیزی که هست سعی میکنن که اصطلاحاً شما شکایت نکنید. اما یه خبری اومده بود دونین که این علی رضوانی و فلان و بیسان و بهمان کشته شده و این سوال خرجونتر از این حرفا. یعنی حالا نمیمیرن، بعد اگه بمیرن قربونش برم، اینا انقدر به چیز اون سیستم قشنگ براشون 2-3 روز هم اعضای عمومی میگیرن و کلا همه جا رو سیاه‌پوش میکنن. دل به این اخبار خوش نکنید، اینا بهتون گفتم که خرجونتر از این حرفا هستن. این یه تیکه کوچیکی از
پشت پرده این دوتا از بازجوی خبرنگارا بود. بعداً سعی میکنم که در یک ویدیو کامل، یک ویدیو مفصل از این دو نفر راجع به پشت پرده هاشون به شما بگم که کرکوپرتون بریزه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه ما بوده. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر حال کردید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از شما.